و من حفظه عدم العجب والفخر به. از حفظ عمل، از محافظت عمل را که کردید باید محافظت کنید. از رخ نشدن، از قبول نشدن، از ضایع شدن، از ریای و شرک در آمدن به عمل را محافظت کنید. از جمله حفظ عمل این است که عدم العجب به، با آن عمل عجب نکردن، خود به خود فخر نکردن. و الفخر به، فخر کردن ما فلان عمل ها را کردگی هستیم. گفته فخر کردن با عمل صالح نادرست است، اما ذکرش برای ضرورت یا برای سفید کردن نفس یا برای عبرت شدن برای دیگرها اجازت است، نه فخر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر. من سیدی فرزندان آدم هستم روز قیامت، سروری فرزندان آدم، از همه بلندترین فرزند آدم این من هستم ولا فخر. یعنی من سخن از روی فخر نگفته ایستادم، از روی خبر. این علم است آخر. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگویند ما از کجا میفهمیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز قیامت سیدی ولدی آدم هستند؟ باید بگویند، خبر است، معلومات است. گفتن که ولا فخر، یعنی من این گپ از روی فخر نمیگم. گفتم بنابراین از عجب و از فخر پناه طلب کنید. این دو چیزه که این یکی از دو خصلت هایی که عمل از بین میبرد و انسان به هلاکت میبرد. بسیار آدم ها دو عملی صالح کردیان ماشاءالله، نه وکک آدم ها 30 سال است این جانب میکنن. اون رفع الیدینی که شما امروز با خبر شدید آدم ها 30 سال این جانب در خانه هاشون میکردن، اگرچه مثلا در مسجد نخوانن هم از سبب مثلا فتنه شدن یا نافهمیدن. دیروز برای شما از دامولای کلان چارکو کمتر نقل کرده بودیم. همین آدم الله رحمت کند در زمان شوروی زندگی کرده. در زمان شوروی خیلی میگفت پر موی سفید شدن در زمان شوروی و زندانهای شوروی هم نشستگی هستن برای دین. برای شاگردانشون میگفتن که من در خانه رفع الیدین میکنم، یعنی هنگام خواندن سنت و نافله و ویتر و تهجد و دیگر نمازها رفع الیدین میکنم، لیکن در مسجد نمیکنم که مردم نمیفهمد رفع الیدین را گفتن. یعنی بعضی انسان ها گویا که یک حدیث یک قسمش اگر شنود گویا که از همه عالم وی است. آدم ها بر وقت میدونستن بسیار چیز را. و فخر با عمل یا با علم، فخر با یا عمل صالح، این عمل صالح هم از بین میبرد، صاحبش هم به هلاکت میرساند. انسان باید عملهای صالحش پنهان کند، به مردم با نظر تحقیر نگاه نکند. بنابراین بعضی علما میگفتند که با آدم هایی که از خودت کلان هستند، مسلمان ها مراد، با نظر نگاه کن که آنها از تو عمل های صالح را زیاد کرده هستند. و آدمی کلان با آدمی کلان میگفتند که شما با شخصیت هایی که از خودتان خورد است با یک نظر کنید که اونها گناه از شما کم کرده است. عمرش که کم است گناهش هم کم است. یعنی با همین نظر نگاه کن برای از خودت خورتا. تحقیر نکن که شما کی هستید، ما 30 سال این جانب در راه الله هستیم. گفته اونها تحقیر نکن. یعنی به آدم های کلان سال نصیحت میکردن که به خردها باید نظر کن که گناه اینها از گناه ما دیده کمتر است، چون عمری کم دیدن گناهشون هم کم است. و برای خرد سالا نصیحت میکردن که به کلان سالا چنان نظر کنید که اونها از شما طاعات و عبادت رو بسیار کردن. واقعا شما اگر 3 سال روزه داشته باشه، اونها 30 سال روزه داشتن، اونها 30 سال حج کردن مثلا، یا 30 سال این جانب طلب علم دارن. با این نظر کنید. در این حالت شما هیچ کس تحقیر نمیکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن از تحقیر برادر مسلمان ها را حقیر نشمارید، پس نشمارید. وقتی که شما مسلمان را پس میشمارید خودتون را بلند میشمارید. حرکت کنید، همیشه خودتون را تحقیر کنید، عملهای خود را تحقیر کنید.